به نام خدا. من خدمت دوستان مجددا سلام عرض میکنم و وارد بحث میشم. ما این دوره رو که با تلاش همکاران عزیزمون توی آکادمی مقدماتش فراهم شده و قراره که به زودی شروع بشه، نیاز بود به جلسه‌ای که ما توضیح بدیم در موردی که این دوره ما چه مطالبی رو می‌خوایم روش تاکید داشته باشیم، چه مطالبی رو می‌خوایم با هم عرضم به خدمتتون که مرور کنیم و چه مهارت و چه اطلاعاتی در خصوص بحث بازاریابی بین‌المللی خدمت دوستان ارائه میشه. برای دوستان یه سریشون سوالاتی داشتن که خب این اطلاعات و این دوره خروجیش چی خواهد بود، چه مثلا به عنوان مثال مزایایی خواهد داشت و این فراگیری مطالب این دوره چه کمکی به عزیزان خواهد کرد توی آینده کسب و کارشون و اینکه حالا تو هر زمینه‌ای که میخوان فعالیت داشته باشن. من برای این جلسه‌ای که خدمتتون هستم برنامه‌ریزی کرده بودم که یه سری کلیپ ها و یه سری فیلم هایی رو پخش کنم که یه مقداری بحثمون جذابیت بیشتری داشته باشه. متاسفانه این قضیه محقق نشد تا الان. من حالا بازم تلاشم این هست که بتونم این رو به یه شکلی حالا برای دوستان تلاش میکنم که ارائه داشته باشم، ولی خب حالا اگر که نشد حتما من اینها رو لینکش رو و عرضم به خدمتتون که یا فایل‌های ضبط شده و دانلود شده رو برای دوستان حتما ارسال خواهم کرد و با دوستان حتما در ارتباط خواهم بود. ما برای عرضم به خدمتتون که اینکه حالا بحث مشکل کنیم، من این فایل رو دارم آپلود میکنم که بتونیم از روش مطالب رو با هم داشته باشیم. خب دوستانی که تشریفن، من 2 تا آیدی به اسم رضا میبینم. حالا نمیدونم این 2 تا آیدی به خاطر این هست که حالا یک نفر هستن یا اینکه 2 تا دوست متفاوت هستن با یه آیدی. حالا نمیدونم توی جلسه من ابتدا از آقای قنچی میخوام که با اجازه یا کوچکیانم که تشریف دارن و محبت دارن توی جلسه حضور دارن، از آقای قنچی میخوام که یه خیلی کوتاه خودشون رو معرفی کنن و انگیزه‌ای که حالا میخوان وارد این دوره بشن رو بفرمان. آقای قنچی شما میخوام در اختیار دارید. عرض سلام حضور همه بزرگواران. صدای من میرسه؟ من صداتون رو دارم جناب قنچی. دوستان صدای منو دارن؟ من صداتون رو دارم. فکر کنم دوستان دیگه هم حالا توی صفحه چت لطف کنن این رو اطلاع بدن اگر خسته نباشید میگم. بفرمایید آقای. بله در خدمتتون هستم. حقیقتش این که علت حضورم در این دوره اولش خاطر علاقه‌مندی که به مباحث علمی دارم شرکت کردم. بعد دوستان مستحضر هستن که فعالیت‌ها گستره و عرصه جهانی داره پیدا می‌کنه و برای حضور در جامعه جهانی مستلزم این هستیم که ما اصول و مفاهیم رو بدونیم تا اونا رو بتونیم به شکل سازنده و مفید و مؤثری به کار بگیریم. انشاءالله که بتونم در این دوره از تجارب دوستان استفاده ببرم و ضمن اخذ دانش مربوطه تجربیاتی که دوستان هم داشتن رو استفاده ببرم. بله خیلی ممنون جناب قنچی از توضیحاتی که دادین. حتما ما کلاس‌های و دوره‌هایی که داریم، کلاً اکثر کلاس‌هایی که ما توی آکادمی داریم محیطی هست که هم افزایی علمی داشته، یعنی حالت مدرس و دانشجو یا به این شکل طبیعتاً دوستان آشنایی دارن. ما کلاس‌هایی داریم که تجارب رو در اختیار هم دیگه قرار میدیم و به اشتراک میذاریم دانش و تجربه‌مون رو و میبریم جلو. من مطمئناً از خود جناب عالی هم توی دوره از تجربتون بهره میگیریم و
از اندوخته‌های علمیتون و ما این دوره رو سعی می‌کنیم که انشالله به همین شکل مثل خیلی از دوره‌های دیگه‌ای که توی آکادمی برگزار شده یک محیط بسیار پویا باشه و بسیار نو باشه، مطالب حالت کلیشه‌ای نداشته باشه. ما و فرصت ما به دوستان خواهیم داد که تجربهشون رو در اختیار بذارن توی کلاس، فرصت صحبت زیاد خواهیم داد و محیط کلاس محیطی نخواهد بود که ما دوره مطالب به صورت حالا مشخص با سرفصل‌های مشخص توسط مثلا یک نفر یا دو نفر ارائه بشه و دوستان دیگه بخوان ازش حالا استفاده کنن و نظراتشون رو روی همون مطالب خاص بدن. مطالب باید نو باشه، جدید باشه. ما روزانه مخصوصا تو بحث بازاریابی بین‌المللی خود دوستان مستحضرن که ما مرتباً تغییرات بسیار اساسی خصوصا تو 2-3 سال اخیر توی اقتصاد جهانی داریم و تو بحث‌های بحران‌های اقتصادی که حالا امریکا در رأسش باش مواجهه و بسیاری از کشورهای صنعتی بزرگ دنیا باش دارن دست و پنجه نرم می‌کنن. بنابراین ما باید مطالبمون متناسب با وقایع روز باشه و اصلا ذات بازاریابی بین‌المللی این هست و مرتباً باید ما مباحثی که میخوایم روش صحبت کنیم رو بر اساس وقایعی که و اخباری که روزانه میشنویم هماهنگ بکنیم این مطالب رو. بنابراین ما به این شکل، حالا من خواستم تکمیل توضیحات‌های قنچی باشه. آقای رضا هم اگر لطف کنن خیلی کوتاه خودشون رو معرفی کنن و انگیزشون رو برای کلاس ما دیگه بتونیم. خیلی ممنون قنچی. آقا رضا سلام، عصرتون بخیر. من رضا مکی نژاد هستم، استاد دانشگاه و دانشجوی DBA استراتژی و سپاسگزارم. و طبق بحث علایق و بحث مارکتینگ دارم و یه جورم حوزه تدریسی ازش در دانشگاه این دوره در این سمینار شرکت کردم. ببخشید این جمله آخرتون رو میشه تکرار بفرمایید آقای مکی نژاد؟ من صداتون خوب نداشتم. بله، من با توجه میگم که یه جور زمینه کار تدریس هم در بحث در دانشگاه هستش و همچنین علایقم سمینار مارکتینگ و دوره. بله. من خیلی تشکر میکنم از توجهی که هم شما هم جناب قنچی به این دوره داشتن. دوستان آیه مکرین آیدی از آقای کوچکیان بهتره من بپرسم، آیدی که 2 تا به اسم رضا هست یک نفر هستن یا اینکه دوست دیگه هستن؟ من نمیدونم، من یک چیز کنم دیگه. حالا من میخوام که اگر اون دوست دیگه‌مون که اسمشون رضا هست اگر وجود خارجی دارن، چون بعضی موقع توی نرم افزار امکان داره که یا آیدی 2 بار توی صفحه کلاس تکرار شده باشه. من خب پس حالا من اگر اون دوستمون هم حالا تو صفحه چت میتونم به من بگن اگر که ایشون هم تشریف دارن توی کلاس، غیر از آقای مکی نژاد آقا رضایی دیگه اینجا تشریف دارن، ما در خدمتشون باشیم. خب ما فعلا تو صفحه چت به من چیزی اعلام نکردن. جناب آقای کوچکیان، من باز از شما اجازه میخوام که اگر شما، من عذرخواهی میکنم چون اینقدر من با برای ورود به محیط کلاس دچار مشکل بودم که خب یه مقداری ترتیب مطالب رو از دستم خارج شد. اگر قرار بر این بوده که شما هم توضیحاتی داشته باشید من خوشحال میشم که شما هم بفرمایید صحبتاتون رو جناب کوچکیان، بعد ما شروع کنیم. جناب آقای، من میکروفون رو در اختیارتون گذاشتم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز. جناب آقای قنچی که از در واقع دانشجویان قدیمی دوره MBA خودمون هستن و خوشحالم که باز در خدمت هستیم، و جناب آقای رضا که من فقط اسم کوچیکشون اینجا می‌بینم. کلاس در اختیار خودتون هست. در پایان کلاس اگر مسئله بود من در خدمت هستم. محبت شما لطف دارین. خیلی ممنون کوچیکم، خیلی لطف کردین. من عرضم به خدمتتون که بله ما توی بحثی که دوستان خودشون هم دوستانی که حالا توی الان جلسه تشریف دارن مطمئنم بسیار خیلی خوب و مفصل با مفاهیم بازاریابی آشنا هستن. من احساس کردم شاید توی این دوره دوستانی باشن که دوره MBA یا DBA رو خب آشنایی کامل باش نداشته باشن، برای یه سری اسلایدایی گذاشته بودم که مفاهیم
اولیه بازاریابی رو گذاشته بودم. با تجربه وقتی که ما داریم هم فکر می‌کنم خیلی من نمیتونم روی اونا تاکید کنم، فقط خیلی سریع من مرور میکنم که بحثی که ما توی بازاریابی داریم رو یه تعریف خیلی ساده و خیلی مختصری آقای کاسر از بازاریابی دارن که بحث ایجاد، ارتباط برقرار کردن و تحویل ارزش به بازار هدف و حالا اون مشتریانی که در بازار هدف هستن در ازای سود هست. یه تعریف بسیار ساده ایه که البته همین تعریف رو الان آقای فیلیپ کاسر باز اصلاح میکنن و در ازای سود رو روش بحث دارن توی نسل سوم بازاریابی و اشاره میکنن که دیگه دوره‌ای که شرکت‌ها و کسب و کارها بیان دنبال فقط صرفاً سود باشه گذشته و باید دغدغه‌های متعالی‌تری داشته باشن که حالا بحثایی هست که مربوط به نسل سوم بازاریابی میشه که حالا برای یادآوری که و تأکیدی که روی تعریف جدید روی بازاریابی بر بحث ارزش وجود داره من این تعریف رو گذاشتم و بحث حالا تعریف بازاریابی و ارزش هم که دوستان حتما باهاش آشنایی دارن که به چه شکلی تأکید روی ارزش هست و اون در دریافت مشتری فوایدی که مشتری دریافت میکنه نسبت به هزینه‌هایی که حالا به شکل‌های مختلف میپردازه برای رسیدن به یک محصول یا یک خدمات که حالا من اینا رو با تفاوت ارزش بین مشتری یا ملیت‌های مختلف، حالا این مثالی که ما وجود داری بله عرضم به خدمتتون که گویا بله جناب کوچیکیان در تشریف ببرن. بله من خیلی خوشحال شدم که خدمتتون بودم. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم آقای کوچیکیان، من در خدمت شما خواهم بود. بله دوستان توجه داشته باشن که ما البته این مثالی که ما داریم یه بحثی به شکلی مرتبط میشه با بحث بازاریابی بین‌المللی، این که ما افراد با ملیت‌های مختلف، با مذاهب مختلف، با اعتقادات و باورهای مختلف و به طور کلی با بافت فرهنگی متفاوت در دنیا مطمئناً ارزش‌ها براشون خیلی متفاوت هست. ما توی کشور مالزی به عنوان مثال که یک کشور مالتی کالچرال هست، فرهنگ‌های مختلف توش وجود دارن، بحث این رو داریم که یک زوج مسلمان وقتی میان به مالزی از وجود مساجد، وجود دستیابی خیلی راحت به غذای حلال و اینکه تمام مواردی که یک مسلمان نیاز داره در سفر رعایت کنه وقتی براش فراهمه، این رو یک ارزش میدونن. در کنار این شرایطی مهیا هست کشور مالزی فضاهایی رو هم ایجاد کرده برای آدمایی که عرضم خدمتتون که عقایدشون متفاوت هست با مسلمان‌ها و مظاهر دیگه دارن. به عنوان مثال گوشت خوک دوست دارن بخورن، مشروبات الکلی مصرف کنن و مثلا کشور مالزی تو بحث بازاریابی بین‌المللی مثال بسیار خوبی هست که تمام ذائقه ها و تمام باورها و عقاید رو تا حدود زیادی پاسخگو هست و میتونه که به خاطر همین هم توی جذب توریست بسیار موفق عمل کرده و جهانگردی بسیاری از ملیت‌های مختلف وارد کشور مالزی میشن و حالا دوستان حتما اطلاع دارن که کشور مالزی در سال 2009 26 میلیون نفر توریست داشته، یعنی یه چیزی معادل جمعیت کشورش، یعنی به ازای هر نفر مالزیایی یک توریست وارد این کشور شده. این بحث ارزش هست که من بهش مدیریت بازاریابی خب دوستان همه باش آشنا هستن. ما بازاریابی هم حتما هم باز اطلاع داریم که گستره خیلی وسیعی هست توی بازاریابی که فقط روی کالا و خدمات نیست. مطمئنا میدونید که تجارب، رویدادها، اشخاص و مکانها، عرضم به خدمتتون که دارایی‌ها، سازمان‌ها، اطلاعات و حتی ایده‌ها امروزه بازاریابی میشن که این باز تو بحث بازاریابی بین‌المللی هم ما واردش خواهیم شد. من حالا یه مثالی رو که اینجا گذاشته بودم، یک پرچمی بود که خیلی جالب بود حالا برای بنده که دوستان حالا اگه بهش توجه داشته باشن من خب حالا ما قبل از اینکه وارد اون تصویر بشم حتما مطلع هستیم که ما یه آمیخته یا آمیزه بازاریابی داریم، مارکتینگ میکس هست که پایه اصلی تمام فعالیت‌های بازاریابی هست که دوستان توجه میکنن که پروداکت، پرایس، پروموشن و پلیس 4 تا پی اصلی
بازاریابی هستن که تمام فعالیت‌ها و استراتژی‌ها میره روی این 4 تا متمرکز میشه. این 4 تا چند سال پیش به عنوان یه اصل همیشه در مارکتینگ بودن و بازاریابی و همچنان هم هستن، منتها در کتب جدید بازاریابی اشاره میشه به بحث، عرضم به خدمتتون که من ببخشید که این مشکل اینترنت الان همچنان دارم و نمیتونم خوب اسلایدها رو عوض کنم، ولی خب باز حالا تلاشم دارم میکنم که بتونم که بله. پس دوستان توجه دارن که ما بحث 4 تا پی بازاریابی رو که توی بسیاری از کتب بازاریابی به عنوان اصل اساسی برای فعالیت‌های بازاریابی بهش توجه میشه، براتون من اسلایدش رو نمایش دادم. فقط من می‌خواستم که توی کتب جدید بازاریابی دوستان حتما به این قضیه توجه کردن که ما وارد بحث پی‌های جدیدی شدیم توی بحث بازاریابی و پیپل رو به این پی‌ها اضافه کردن، پروسس رو و همینطور عرضم به خدمتتون که پی‌های دیگه‌ای که پرفورمنس هستش و فقط ما روی این 4 تا نمیتونیم تاکید کنیم و آقای کاستر توی کتب آخرشون پیپل رو به عنوان یه پی مقدمه بر تمام این پی‌ها که همه فعالیت‌ها رو نظر میدن، پیپلی که منظور مشتریان هستند و همینطور اجزای تشکیل دهنده یک کسب و کار، کارکنان یک شرکت، شرکای تجاری، تامین کنندگان لوازم و کانال‌های توزیع، همه افرادی که دارن توی این مقوله‌ها فعالیت میکنن باید دیده بشن و بهشون توی تدوین استراتژی‌ها بهشون توجه بشه. ما حالا یه بحثی که داریم، یه نماد جالبی از بازاریابی بین‌المللی هست که این شما اگر این دقت بفرمایید پرچم کشور چین هست که به جای اون داس و تبر از عرضم به خدمتتون که نماد و لوگوی شرکت اپل استفاده شده. حالا دوستان نمیدونم این رو حالا هر کدوم از دوستان میتونن بگن که این علت، حالا این تصویر گویای چه واقعیتی توی دنیای امروز هست. این خیلی ساده است ولی خیلی چیزا توی این پرچم دیده میشه. حالا من نمیدونم دوستان خودشون نظری دارن، آقای قنچی و یا آقای مکی نژاد، روی این بحث؟ خب حالا من یه توضیح میدم، برداشت خودمو میگم، دوستانم میتونن نظرات اصلاحی و حالا تکمیل کنندم بدن. شما میدونید که اپل الان به عنوان یکی از موفق‌ترین برندهای دنیا داره عمل میکنه و بسیار توی بحث حالا تبلت ها و توی بحث حالا لپتاپ و بحث کامپیوتر یه قولی هست توی تجارت دنیا و بسیاری از شاخصهایی که تعریف میشه توی بحث کسب و کار در مقیاس بین‌المللی و سطح جهانی، اپل جزء اولین ها هست همیشه توی اکثر رنکینگ هایی که وجود داره. اپل میدونید که از سیستم آوتسورسینگ و آفشورینگ استفاده میکنه، یعنی میاد هم یه سری محصولاتش رو سفارش میده به شرکت هایی که عرضم به خدمتتون که میتونن با هزینه کمتر تولید کنن قطعات مورد نیازش رو، و ضمن اینکه میاد از فضاهایی که تو کشور چین به خصوص هست استفاده میکنه و از نیروی کار ارزان و هزینه تولید ارزان پایینی که در کشور چین وجود داره میاد و در کشور چین با شرکت‌های چند تا شرکت قرارداد بسته که حتی اخیراً آقای اوباما نسبت به این موضوع انتقاد کرد که تقریباً گفته میشه 90% بحث تولید در شرکت اپل الان دیگه در داخل کشور چین داره انجام میشه، یعنی اجزا و قطعات رو اونجا تولید میشه به خاطر اینکه هزینه تولید بسیار پایینه و این به خاطر اون رقابتی هم که بین امریکا و چین تو عرصه اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد کلان وجود داره یه مقداری بحث انگیز شده این قضیه، چون اپل یکی از نمادهای موفقیت آمریکا تو عرصه تکنولوژی هست و به خاطر همین آمریکایی‌ها دوست ندارن که اینقدر تولیدات اپل وابسته باشه به ویژگی‌هایی که در کشور چین وجود داره که در رأس همه نیروی کار ارزان هست و هزینه پایین تولید. این الان نشون میده که کشور چین
برای کشور چین و برای شرکت اپل این یک بازی برنده برنده هست، ولی توی رقابت‌های سیاسی و عرصه بین‌المللی و اون بحثایی که بین آمریکا و چین وجود داره، این بحث خیلی جالب نیست، برای که این تاثیر خودش بسیار از ملاحظات بحث بازاریابی بین‌المللی رو در خودش داره. حالا دوستان نظر تکمیلی دارن نسبت به این بحثی که الان وجود داره توی بحث اپل و حالا اقتصاد آمریکا و کشور چین؟ حالا شاید با توجه وقت کمی که وجود داره دوستان با نرم افزار که آشنایی دارن اگر بخوان صحبت کنن میتونن اون علامت دستی که وجود داره برای صحبت بله. حالا آقای قنچی گفتن که شرکت‌ها قسمتی از سهم دست خودش از عملیات بازاریابی خودش و بله حتما درسته، کاملا توضیحتون دقیقاً درسته. الان ما دیگه دوره‌ای نیست که هر شرکتی حالا تو بحث کلان برای اقتصاد یک کشور حالا و تو بحث کسب و کار برای شرکت‌ها اینکه بسنده بشه به مرزهای خود اون کشور و اون محدوده حالا جغرافیایی خود اون کشور و اینکه ما بخوایم همه چیز رو داخل یک کشور خودمون تولید کنیم و الان حتی بحث‌های خودکفا شدن تو خیلی از زمینه‌ها الان دیگه بحثایی نیست که مورد توجه واقع بشه و مقبول باشه در جوامع جهانی. الان مهم اینه که امکانات و اون شرایطی که کشورها دارن از همدیگه استفاده کنن و به یه نقطه بهینه برسن تو بحث اقتصادشون که چه قسمتی از هر صنعتی رو از امکانات کشورهای دیگه استفاده کنن. و حالا تو بحث‌های اقتصاد کلان ما وارد این قضایا میشیم که مزیت نسبی هست و اینکه حالا تولید هر کالا و فراهم کردن یک خدمات چقدرش مقرون به صرفه است که از منابع داخلی استفاده شه و چه مقدارش از منابع خارجی، و این محاسباتی هست که باید یک کسب و کار موفق و یک کسب و کاری که میخواد تو عرصه رقابت بین‌المللی وارد بشه بهش توجه کنه و اون نقاط بهینه رو پیدا کنه برای فعالیت. از توضیح آقای قنچی هم خیلی ممنونم. ما تو یکی از بحثایی که بسیار خیلی مهم هست بحث بازاریابی بین‌المللی و عرضم به خدمتتون که این محیط بازاریابیه. ما محیط بازاریابی یک دقیقاً نقطه افتراق بین بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی است. یعنی اون بازاریابی یک شرکت وقتی که میخواد پاش از مرزهای کشورش بذاره بیرون، دیگه اون ملاحظاتی که در محیط خودش داشت کاملاً در بعضی از مقوله ها تفاوت پیدا میکنه و بسیار استراتژی هایی متناسب با خودش خواهد داشت و به طور مشخص ما عرضم به خدمتتون که وقتی که وارد یک کشور دیگه میشیم برای فعالیت و میخوایم کشورهای دیگه‌ای رو وارد فعالیت میکنیم، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل فرهنگی هستن که خیلی باید مورد توجه واقع بشن. الان به عنوان مثال کشور خودمون ایران در دید تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات عدیده‌ای هست از این بابت. به طور حتم وقتی که کشوری میخواد الان وارد فعالیت در بازار ایران بشه باید بیاد به این بحث عوامل اقتصادی و سیاسی توجه ویژه بکنه. الان باید جایگاه ایران رو توی عرصه بین‌الملل بسنجه و ببینه تا چه حد. و این به این معنا نیست که اگر حالا من این رو توضیح بدم یک کشوری توی بحث تحریم قرار داره ما دیگه اون رو فراموش کنیم. همیشه فرصت‌ها و تهدیدها متناسب با وضعیت وجود دارن. هنر این هست که تهدیدها رو به فرصت تبدیل کرد و اینکه حالا شما کشوری که احساس میکنید که ثبات اقتصادی نداره سراغش نرید، این توی بازار بین‌المللی مقوله قابل قبول نیست. شما باید با توجه به ویژگی‌های اون مسیر درست برای پیدا کردن بازار هدفت رو پیدا کنید. بعضی موقع توی بعد از جنگ جهانی به خصوص وقتی که سری کشورها دچار مشکل اقتصادی شدن، کالاهای پست مشتری زیادی داشتن و بسیاری از شرکت‌ها از طریق فروش کالاهای پست تو کشوری که مشکل اقتصادی داشت کالاهای پست از لحاظ اقتصادی ارز می‌کنم که در مقابل کالاهای لوکس قرار داره تونستن که و حتی در داخل خود اون کشور خیلی کسب و کارها البته من بحث مسائل غیر اخلاقی و اینکه بعضی‌ها در بازار آشفته میان جنس رو از بازار خارج میکنن که اون در اصلا بحث بازاریابی بسیار بهش
با دید منفی نگاه میشه و این منظور من یک بازاریابی مبتنی بر اخلاق و بحث‌های اتیکال و مورال اخلاقی و بحثایی که از مسائل ناجوانمردانه به دور هست. حتی تو شرایط بد اقتصادی ما از مسیر درست میتونیم که بازی برنده با مشتری رو داشته باشیم، یعنی ارزش رو به مشتری بدیم و مشتری هم در ازاش به ما سود بده. و این بحثی است که حالا وجود داره، بحثی که حالا چه کسب و کاری که داخل ایران و چه کسب و کاری از خارج ایران میخواد بیاد داخل ایران. یه بحث دیگه اینه که ما داخل ایران هستیم، کسب و کارمون ارزم به خدمتتون که کالاهای لوکس. خب تو شرایط بد اقتصادی کالاهای لوکس مشتریش رو تو شرایط بحران اقتصادی وجود داره نداره، ما باید بریم سراغ بازارهای دیگه و جاهای دیگه. عرض میکنم بعد موقع شما ارزش پول که میاد پایین برای یه تولید کننده بعضی مواقع میشه فرصت، بعضی موقع میشه تهدید. شما اگه ارزش پول کشورتون بیاد پایین کالای تموم شده شما ارزون میشه، پس مشتریانی از خارج از کشور پیدا میکنید که ارزش پولشون از ارزش پول ما قوی تره. یعنی این باز یه بعد دیگه است که ما به این مباحث خواهیم پرداخت توی این دوره. یعنی باید ما ببینیم که نقطه بهینه کجاست و ببینیم که هنر یک شرکت در عرصه بازاریابی بین‌المللی این هست که با شناخت کافی از عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک کشور بره خودش رو وارد اون بازار بکنه و از مزایا و از فرصت‌هایی که براش در اون بازار وجود داره استفاده کنه و نقاط قوتش رو متناسب با اون فرصت‌ها استفاده کنه. این سه تا بحث خیلی مهمه، ما حتما به این خواهیم پرداخت. بحثی که حالا فرهنگ از تعاریف فرهنگ که حالا دوستان بسیار آشنایی باش دارن، خب مسائل زبان هست، اون فرهنگ مادی که حاکم بر یک مذهب، عادات، تعلیم و تربیت، هنرهایی که هست، اینها در مورد بحث واقع میشه توی این دوره. بحث تحریم ها و تجویز های مذهبی که چون ما خودمون توی ایران یک کشور مسلمان هستیم بسیار این موضوع میتونه برای ما جذابیت داشته باشه، چون ما خودمون یکی از موانع به عنوان مثلا تو صنعت گردشگریمون دچار مشکل هستیم با بحث تحریم ها و تجویزهای مذهبی هستش و ما هنوز اون نقطه بهینه رو پیدا نکردیم. ببینیم که به چه شکلی میتونیم فضایی ایجاد کنیم که ضمن اینکه در کشورمون احترام داشته باشه به عقایدمون و ارزش‌هایی که داریم، بتونیم اون قسمتی از گردشگران و جهانگردانی که دوست دارن کشور ما رو ببینن و در کنارش یه سری تفریحات خودشون دارن، این نقطه ما به این معنا نیست که ما بیایم حالا همه درا رو با اینا نیاز به مطالعه و تحقیقات بازاریابی داره. ما به این مسائل هم خواهیم پرداخت توی دوره و مطمئنا دوره‌ای که ما خواهیم داشت با مثال‌ها و موردهای بسیار عینی همراه خواهد بود و حتما یه دوره‌ای که من بسیار تاکید دارم که خیلی مالتی مدیا باشه و من ان شاءالله با همکارانی که قراره این دوره رو در خدمتون باشیم، خب امکانات اینترنتمون یه مقداری توی جایی که الان توی کشور مالزی بسیار خوب هست و میتونیم که فضای بهتری توی کلاس‌ها ایجاد کنیم و وارد این بحث شیم. حالا بحث‌های ارتباطات هست که ما کامیونیکیشن میکس رو چگونه تو بازار بین‌المللی وارد مقوله‌اش بشیم که حالا اون مراحلی هست که حالا بعدا توی دوره ما بهش اشاره می‌کنیم. بحث که مخاطب داشت مذاکرات تجاری نگوشیشن که وجود داره که بسیار ما احساس می‌کنیم مورد نیاز هست در بحث بازار و بسیاری از افرادی که توی زمینه کسب و کار بین‌المللی می‌خوان وارد بشن بحث مذاکرات تجاری رو بسیار احساس می‌کنن که نیاز هست. خب چگونه وارد یه جلسه تجاری به یک همکار شرکتی که میخواد از یک کشور دیگه وارد همکاری بشه بسیار مهمه. بعد بحث مذاکرات تجاری و بحث مکاتبات تجاری هست که بسیار این دو تا بحث رو من خودم شخصا تاکید دارم که ما حتما با هم این رو توی این دوره مرور کنیم و بهش توجه خاص داشته باشیم، چرا که احساس کنم که ما در این زمینه خیلی نیاز به کار داریم. تجربه‌های زیادی در خودم داشتم که حتی جایی بوده که ما خواستیم که با یک شریک، حالا با یک شرکتی که می‌خوایم از یک کشوری وارد مذاکره کنیم، خاطر اینکه اون تسلط لازم رو نداشتیم توی بحث شاید یه سری فرصت‌ها رو از دست دادیم. مذاکرات تجاری و مکاتبات تجاری جزء کار ما خواهد بود. خب حالا اینا یه سری پلنایی هست که من روشون یه سری نمودارهایی هم هست یا چارتایی هست که حالا من اونایی که مرتبط باشه به دوستان من یه سری سرفصل‌های این دوره رو که حالا دوستان حتما دیدن توی ارزم بخواد خدمتون که توی وبسایت آکادمی من باز
داشته باشن اینجا. بله، ما توی این دوره بررسی بازارهای بین‌المللی رو داریم که حالا ما تو بازار بین‌المللی صنعت، ما چون می‌دونید که ما توی بحث بازاریابی تعریفی از صنعت داریم که با اون تعریفی که به صورت عام‌تری از صنعت وجود داره متفاوته. ما حتی مثلا صنعت بهداشت درمان داریم، صنعت گردشگری داریم، صنعت بیمه داریم بر اساس کالا یا خدمات. تعریفی که از اینداستری توی بحث بازاریابی میشه، ما بازارهای مختلف رو بر اساس صنایعی که وجود داره، صنعتایی که تو بحث بازاریابی وجود داره یه موضوعی خواهیم داشت. بازارهای بین‌المللی چگونه تقسیم بندی میشن. ما باید ببینیم که حالا توی هر کشور، هر منطقه‌ای از هر کدوم از قاره‌ها و اون پیمان‌هایی که وجود داره علاوه اقتصادی بین یه سری کشورها چه شرایطی رو برای پدید اومدن یه سری بازارها به وجود آورده و ما این رو دوره حتما روش بحث خواهیم داشت. راهبرد مناسب ورود به بازارهای بین‌المللی، ما چه استراتژی‌هایی رو باید اتخاذ کنیم. می‌خوایم وارد بازار خدمات آیتی بشیم به عنوان در شرق آسیا. ما چگونه میتونیم با چه قدم‌هایی و چه گام‌هایی رو باید برداریم. ما اینا رو بحث کنیم که اهداف فروش رو چگونه تعیین می‌کنیم. بحث بسیار مهمی که وجود داره، محصولمون رو چگونه بهش، حالا محصول از تولیدش هست یا خدمات، ارائه خدمات، ما چقدرش رو در داخل کشور انجام میدیم، چقدرش میتونیم از بازارهای بیرون از کشور و از امکاناتی که در خارج از کشور وجود داره استفاده کنیم. بحث مهم قیمت گذاری محصولات هست که ما توی بحث قیمت گذاری به خاطر بحثی که نرخ برابری ارز و نوسانات ارزی که ما بسیار باهاش مواجهیم، بحث قیمت گذاری تو بازار بین‌المللی برای کسب و کارهایی که در ایران وجود دارن بسیار بحث تعیین کننده‌ای هست. کانال‌های توزیع خیلی مهمن. الان ما توی دنیای امروز همه این بحثایی که کردیم، تجارت الکترونیکی یه رکن اساسی است تو بازار بین‌المللی. ما از دوستانی که توی زمینه تجارت الکترونیک تجربه زیاد دارن حتما یکی دو جلسه استفاده خواهیم کرد که بحث تجارت الکترونیک الان یه معنای که حالا تو بحث من کانال‌های توزیع این خاطر یادم اومد، به خاطر تو همه این بحث‌ها این قضیه وجود داره. بحث حالا بحث‌های شیپمنت هست، بحث ارسال هست، محدود به چه شکلی بارگیری بشه، به کجا فرستاده بشه، از چه کانال‌های حمل و نقل استفاده بشه. بحث‌های پیشبرد فروش تو بازارهای بین‌المللی هست، استراتژی‌های مرتبط با اون هست که حالا به هر حال من این بحث‌ها رو دیگه خدمتتون حالا توی وبسایتم هست. بحث‌های صادر کننده و وارد کننده، اون بحث‌های حالا یه مشکلی که ما الان در کشورمون داریم بحث LC یا لتر آف کردیت هست که بسیاری از شرکت‌های ایرانی رو دچار مشکل کرده برای انجام معاملات بین‌المللی. روی اینا بحث خواهیم داشت که موانع چی هست، مسیرها باید چی باشه، چگونه میشه با مشکلات و تحریمایی که الان وجود داره. بانک‌های بسیاری از بانک‌های ما الان تحریم هستن، ما چگونه باید بیایم و توی این شرایط بحرانی چگونه وارد بشیم توی این قضیه. و به هر حال بحث مناقصه و مزایده بین‌المللی هست، چگونه تو نمایشگاه بین‌المللی باید شرکت کرد و چقدر باید هزینه کرد، چه موقع، و برای اینکه استفاده و نتیجه لازم از هزینه‌ها گرفته شد چه کار کرد. تو بحثات ما تو با تجربه مقبولات زمانمون حتما سعی می‌کنیم همه این بحث‌ها رو با توجه به مسائل که به روز باهاش برخورداریم وارد بشیم که حالا من اینا رو باز گفتم، مذاکرات و مکاتبات بازرگانی بین‌المللی قبلا بهش اشاره کردم و یه بحث بسیار مهمه دیگه، مدیریت تبلیغات در بازارهای بین‌المللی. ما وقتی که یه شرکتی مثل شیرین عسل میخواد در ایران تبلیغ بکنه، بسیار متفاوت هست نتیجه کارش با تبلیغی که میخواد به عنوان مثال توی کشورهای خاورمیانه بکنه یا توی شرق آسیا بکنه. شناخت ظاهرها، شناخت عادات و همون بحث عوامل فرهنگی که خدمتتون عرض کردم باز بسیار تو بحث تبلیغات خودشون نشون میده و ما به عنوان مثال یه شرکتی که در کشور سوئد داره کار تبلیغات انجام میده، مطمئنا تبلیغاتی که میخواد بیاد برای خودش تو کشور ایران انجام بده بسیار محدودیت‌های بیشتری مواجه هست و بالعکس حالا ایران هم به هر حال یه شرکت ایرانی باید بدونه که در داخل ایران چگونه میتونه تبلیغ کنه و در کشور دیگه به چه شکلی. حالا تبلیغات هم دوستان میدونن که یکی از
اجزای ما که کامیونیکیشن میکس هست، یعنی ما آمیخته ارتباطاتمون یکی از قسمتاش تبلیغات هست. بحث‌های دیگه پروموشن داریم، فروش شخصی داریم، بحث‌های گرد همایی مشتریان، بحث‌های CRM و کامیونیکیشن رو ما یکی از راهاش تبلیغات هست و که اینو حالا تو بحث‌های بازاریابی به صورت مفصل حتما دوستان باش برخورد داشتن. ما سعیمون این هست که تو بحث بازاریابی بین‌المللی تاکید و ضرورت اصلا ورود به بازار بین‌الملل رو یادآور بشیم با کیس‌ها و مثالایی که میاریم و اینکه بتونیم مسیر رو به دوستان یعنی برای همدیگه روشن‌تر کنیم که چگونه ما میتونیم وارد. ما خیلی از کسب و کارهای موفقی رو تو ایران داریم که اینها بسیار مستعد هستن و بسیار زمینه دارن برای ورود به بازار بین‌المللی، ولی مسیر رو نمیدونن یا اینکه مسیر رو ولی اون ریسکی که احساس قدرت ریسک رو ندارن و شاید اگر هر چه این مسیر روشن‌تر بشه و هر چه که روی مسائل بیشتر بحث بشه بتونیم که ما بیشتر وارد عرصه بین‌الملل بشیم و گلوبال بحث گلوبال رو بیشتر پی بگیریم. ما به عنوان مثال ما نمونه‌های موفقی داریم. شرکت آیسپک هست که توی برندینگ یکی از شرکت‌های بسیار موفق هست که دوستان باش حتما آشنایی دارن که الان داره گسترده میکنه نمایندگیشو. ما الان شرکت ایستک رو داریم تو زمینه معاشری که توی مالزی الان تونسته بازار خودش رو پیدا کنه نسبتاً موفقه. الان شرکت فرمند رو من شنیدم که کارخونه‌ای رو در مالزی داره تأسیس میکنه. یه سری شرکت‌های ساختمانی ما تو کشورهای آسیای میانه خودشون رو تثبیت کردن و جایگاهشون رو تثبیت کردن، اون پوزیشنینگ رو دارن انجام میدن. ما مثالای زیادی هست که دوستانم حتما میتونن بنده کنن. ما تو کشورهای آفریقایی هم تو بحث خدمات و سرویسایی که حالا تو زمینه برق‌رسانی و یه سری فعالیت‌های دیگه حالا بیشتر از طریق بحث‌های دولتی بوده، ولی ما خیلی مستعد هستیم که بیشتر گلوبال بشیم تو کشورمون و شاید این محدودیت‌هایی که الان وجود داره به لحاظ سیاسی از تحریم‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی که وجود داره ما نتونستیم که آنچنان که باید و شاید قدم بذاریم تو این عرصه ها. ولی هنر یک بازاریاب و حالا صاحب یک کسب و کار به صورت کلی این هست که تو بحث‌های بحران بتونه خودش رو و کسب و کارش رو مدیریت مرد و تو شرایط طوفانی و شرایطی که بسیار مشکل هست هنر اون هست که تو اون شرایط بتونه یک کسب و کار خودش رو موفق کنه. حالا ما موفقیت توی بحث اقتصاد توی کسب و کار رو همیشه سودآوری بالا نمیدونیم. یه زمانهایی هست که بحث حداقل کردن ضرر هم خودش یک هنره و یک موفقیت برای یک کسب و کار. بعد به تدریج با حداقل کردن ضرر به فکر رسیدن به سود و حداکثر کردن سود باشه. من با توجه به اینکه باز از دوستان عذر میخوام که صبر و حوصله‌ای هم که داشتم واقعا تشکر میکنم. من نتونستم اونطوری که باید و شاید به خاطر عدم دسترسی به فایلایی که تهیه تو نظرم بود نتونستم که این کلاس رو اونطوری که باید شاید پیش ببرم. من فقط برای اینکه حالا ببینم من میتونم واقعا یه فیلمی رو ارزم به خدمتتون که در مورد آینده بازاریابی و حالا بحثایی که وجود داره من امیدوارم بتونم که این فیلم رو برای دوستان با توجه به سرعت اینترنت وسیع است که پخش کنم به عنوان یه حسن ختامی که توی بحث خودم باشه و در خدمت دوستان من هستم برای بحث الان. اگر دوستان موردی هم دارن میتونن بفرمان که من این فیلم رو ببینم دوستان میتونن اصلا داشته باشن.
دوستان تونستن که این فیلم رو ببینن، آقای قنچی و آقای مکی نژاد؟ خب آقای قنچی شما میتونید الان صحبت بفرمایید؟ آقای قنچی؟ آقای قنچی شما صدا میتونید؟ بله چند لحظه. شما تونستین فیلم رو ببینید؟ صدا و تصویر داشتین؟ تصویر خوب بود ولی صدا واضح نبود. آها بله. متوجه شدین که حالا قضیه از چه قرار بود؟ فکر کنم از تصاویر. بله این به مبحث فناوری اطلاعات و تکنولوژی بود که اشاره شده بود و میخواد بحث تکنولوژی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رو بگی که چقدر میتونه سازنده باشه در مبحث بازاریابی و چقدر میتونه در ذخیره‌سازی منابع کمک کنه که اشاره شده بود که هدف سازمان شرکت این بود که بابت توزیع مخارج سنگینی برای مثلا انبار و یا ذخیره‌سازی محصولاتش انجام نده و در اضافه استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات بتونه بازاریابیش رو انجام بده. بله خیلی ممنون. خیلی کاملا توضیح خیلی خوب بود. حالا این بحثی که توی کره جنوبی بود، الان شرکت تسکو که یه فروشگاه زنجیره‌ای هست توی کره جنوبی اومده بود، چون اگه حالا شما صدا رو متاسفانه نداشتین، توضیح میداد که مردم کره جنوبی دومین علاوه پرکاری و تلاش، گویا خب احتمالاً منظورش بعد از ژاپن بوده، پرکارترین و خیلی پرتلاشترین مردم دنیا هستن و بسیار ساعات کاری زیادی دارن و وقت بسیار کمی برای خرید دارن. توی ایستگاه مترو و وسایل نقلیه عمومی به صورت نمادین اجناس که داخل فروشگاهش بود رو عکسش رو گذاشته بود با بارکد مربوطه و اینا می‌بردن فقط یک گوشی اسمارت فون موبایل می‌خواستن که بتونن این بارکدها رو بخونن و سفارش بدن. بعد قبل از اینکه خیلی وقتا قبل از اینکه از محل کارشون برسن به خونه می‌دیدن که اون اجناسی که انتخاب کردن از توی قفسه‌های مجازی، همونطور که آقای قنچی توضیح دادن، سیستم حالا
آیتی که به کار رفته تو فناوری اطلاعات این سفارش ها گرفته شده بود و وارد شد و بسیار. حالا یه مثال خوبی این کلیپ بود، اینکه ما چجوری آشنا بشیم با خلق و خوی مردم دنیا و محدودیت‌های زمانی که وجود داره. این کار تسکو توی کره جنوبی باعث شد که 76% فروشش رو بیشتر کرده بود و بسیار آمار قابل توجهی بود. حالا ما توضیحات جناب آقای مکی نژاد رو هم میشنویم. خیلی ممنون جناب آقای قنچی، خیلی از لطفتون ممنون. من آقای بفرمایید آقای بله ممنون. من یه نکته می‌خواستم اشاره بکنم خدمتتون. طبق این فیلمی که پخش کردیم الان این درست توی کره، ولی الان توی تهران هم توسط یک شرکتی داره این بحث آبر مارکت ها پیش اومده و داره اجرا میکنه. الان تو همون بحث خریدهایی که تو بحث همون انتخاب و خیلی یه آفرای خیلی زیادی داشته باشین که بتونید انتخاب بکنید. خیلی خوبه، خیلی عالیه. الان داره تهران همون تو بحث همون ایستگاه مترو، شرکت ها حتی بسیاری از ایستگاه های اتوبوس حتی دارن اینو پیاده‌اش میکنن به آبر مارکت و همه نوع خریدها و یا نیازهای روزمره‌تون شما میتونید تهیه کنید و از طریق کارت اعتباریتون مثلا میتونید 24 ساعت دیگه پرداختش بکنید. خیلی چیزی که دارن اجراش میکنن، یعنی داره حالا گستردهش بکنن و خیلی داره وقت میگم حالا مثلا من خیلی بعد پخش توی اینترنت ولی دارم اینو بینه دیدم که الان راه انداختن توی تهران، خیلی جالب و خوبم داره جواب میگیره. الان شرکت خاصی جناب آقای مکی نژاد اینو داره انجام میده؟ یعنی همه اقلام مورد نیاز رو، یا اینکه مثلا فرض کنید میخوام ببینم چجوری هستش؟ کلا بله، حتی داره حتی خریدای روزانه، مردم هم داره حتی ببینید حتی همون حالتی شما دقیقاً داره اسمش هست به اسم آبر مارکت. بله الان این در حد ایده هست یا من من خودم یک سال بود ایران نبودم، بعد الان 3 روز تقریبا اومدم توی فکر کنم اخیراً شده درسته، چون پارسال که من اومدم من خودم به عنوان کانسلر تو این تیمشون بودم و خیلی خوبه. پس خوب شد گفتین که منم برم این رو ببینم، یعنی الان من توی ایستگاه مترو برم اینو میتونم ببینم. شاید فعلا تبلیغات میگم دارن دستگاهاشون میگم خود از خریداشو دارن خیلی خوبه. میگم اسم آبر بازار هست. بله بله. من یک صحبتی هم خدمت شما داشتم، حالا ببخشید می‌خوام من یه تو سرفصلاتون یه نکته می‌خواستم بگم. چیزی که الان بحث روز دنیا هست، بحث بازاریابی خدمات. من توی این بحث موضوعات شما اصلا این چیزی این سلابتی ندیدم که شما من جناب مکی، من با این اسلایدری که تهیه کردم با تجربه که خود شما مثلا دی بی ای هستین و اینکه با اون شاید مثلا خوب من ببینید من اگر دقت می‌کردیم من از اون سریع گذشتم. ما یه گستره بازاریابی داریم مثلا به صورت کلی. من گفتم حالا قبلا تو کلاسام همیشه میگم هر جایی که دارم صحبت می‌کنم نه تنها محصول و یعنی کالا و خدمات بلکه خیلی چیزای بحث‌های دیگه هم مثلا من ببینید اگر این اسلاید رو شما من فکر کنم خیلی سریع ازش گذشتم. ببینید ما گستره بازاریابی رو اصلا گفتم من تو کلاسام، حالا شاید تو این جلسه هنوز ببینید ما فقط یک کالا یکی از اون بحثی که تو بحث بازاریابی ما واردش میشیم. بحث خدمات هست. بله بحث خدمات خیلی مهم. بله یا رو بحث خدمات رو بحث دقیق به خصوص بحث کاستمر سرویس رو بحث خدمت شما حتی خدمات و خدمات صحبت‌ها الان یعنی شرکتی که بتونه بله حتما خدمات بده حتی از نظر بازاریابی که من فکر کنم جرئت میتونم یعنی خود مثلا خود مکدونالد الان داره یونیک هستش تو دنیا به این بحث اینجور خدمت رسانی یا اینجور بازاریابی. بله بله دقیقاً. اتفاقا ما حالا اگه شما علاقه‌مند باشید البته میگم حالا من چون تو بحث درس بازاریابی خودمون و بازاریابی فروش و فروش بازاریابی و
تخصص و فروش هم ما به اینا به صورت کامل اشاره می‌کنیم. تو بحث بازاریابی بین‌المللی ما مبنا رو بر این گذاشتیم که دوستان با مفاهیم اولیه بازاریابی و حالا ما الان حتی میگم الان ما شرکتی داریم، الان حالا بحث خدمات خود شما مستحضرید حتما شما و جناب آقای قنچی که ما تو دو تا بحث خدمات هم داریم. ببین یه جا هست ما ذات اون ارائه محصولمون اصلا خدمات، مثل شرکت‌های بیمه، بانکداری و یا توریسم یا بهداشت و درمان که تمرکز اصلی اصلا یه نوع خدماته، یعنی شاید تو خیلی از موارد با کالای فیزیکی درگیر نمیشه مشتری. یه بحث دیگه خدمات که حالا شما بهش اشاره کردین، خدماتیه که کنار کالا انجام میشه، مثل مکدونالد که شما مثال زدین، یا خدمات پس از فروشی که بعد از فروش کالا صورت میگیره که این دوتا هم باز اون ظرافت‌ها و ملاحظات خاص خودش رو داره. یعنی ما یه سری خدماتی داریم که میاد تکمیل کننده کالا میشه و یه سری خدماتی ذاتاً خود محصول ما اصلا خدمات هست که بله ما حتما اینا رو خواهیم دید. بحثایی که الان وجود داره ما اگر جایی هم به خاطر حالا اون بحث‌های قدیمی که همیشه رو کالا بوده، منظور ما همه جور ارائه محصولی هست که محصول ما یا کالا میشه یا خدمات میشه. حتی الان شما میدونید که شرکتایی هستن که بحث ایده ها رو دارن، یعنی ایده رو دارن بازاریابی میکنن و ایده های کسب و کار رو میاد براش تبلیغ میکنه. الان شرکتی که یکی از عرضم به خدمتتون که افراد صاحب نظر تو بحث بازاریابی آقای هرماوان کارتاجایی هستن، اهل اندونزی هستن که با آقای کاتلر یکی دو تا کتاب دارن تو بحث‌های چیز. ایشون عرضم به خدمتتون شرکتی رو دارن مدیریت میکنن که ایده هاش رو در اختیار شرکت‌های دیگه میذاره و برای اون ایده هاش هم کار بازاریابی انجام میده. و بله بسیار یادآوری خیلی خوبی کردین، چون ما شاید تو اون سرفصل‌های درس به صورت مشخص به این قضیه اشاره نکرده بودیم، ولی ما مطمئنا منظورمون خدمات به صورت یه رکن اساسی هست. الان حتی تو خیلی از مقوله‌هایی تو کشورها می‌خواید وارد بشین، شاید با کالا نتونین وارد بشین، شاید با خدماتمون بتونین وارد بشین. همین کاری که مثلا به عنوان مثال مکدونالد شما مثال خیلی خوبی زدین، اون کیفیت ساندویچش و خوشمزه بودن اون فست فودش یه قسمتی از کارشه. اون فضای زیبایی که درست میکنه، سرویس دهیش، بسته‌بندیش و اینکه چقدر روی لوگوهاش و پاکتاش و روی فضای بازی که برای بچه‌ها توی یه فست فود ایجاد کرده. بله دقیقاً اینا حتی تو بحث خدمات شما که فهمیدین الان میتونید توی ایران که به فرض مثال 2 ساعت دیگه پروازتون هستش، ممکنه تا 24 ساعت آینده برسید به فرض نیویورک، شما میتونید اینجا سفارش غذاتون اینترنتی بدین نیویورک، هر خونه که رسیدین غذا در خونه‌تون باشه. بله دقیقاً. مثلا به راه داره میکنه. یعنی چون ببینید مثلا اینا پشت دانشگاه داره، یعنی افرادی که میخوان بیان حتی در اونجا کار بکنن باید بیان آموزش ببینن و بعد وارد. بله حتما یه سیستمی دارن که باید طبق اون استانداردهایی که تعریف شده و اون سیستمی که تعریف شده همه توی اون غالبا. حتی الان مکدونالد یه روشایی که توی بحث لین پروداکشن و بحث‌های سیکس سیگما هم داره وارد میشه که بسیار بحث حالا جالبه. و همین که حتی متدای پوکویوکی که ژاپنی‌ها ابداع کردن، حالا شما گفتین این مثالی بزن از مکدونالد که شما برای اینکه من وقت کلاسم خیلی محدوده ولی سریع دیگه مثلا جمع‌جور کنم، برای اینکه سیب زمینی سرخ کرده رو داخل اون قوطی‌های مقوایی بریزه، برای اینکه در وقت سریع کنه روی اون ظرف و حالا اون ملاقه‌ای که داره کار کرده و زاویه دست رو به این کارکنانش یه جوری آموزش داده که اونا بدون اینکه وزن کنن یا حجم و اندازه بگیرن، تقریبا وقتی که 10 تاشو می‌ریزن پشت سر هم شما اختلاف خیلی معنیداری بین اون قوطی‌های سیب زمینی سرخ کرده نمی‌بینید، که یه روشی که برای اینکه در زمان صرفه‌جویی بشه و نیروی کار رو کمتر خسته کنه. که اینا باز مقوله‌ای هست که ما توی بحثمون کیسایی که میاریم مکدونالد، دومینوز، شرکت عرضم به خدمتتون که اپل، مایکروسافت، اینها ظرافت‌ها و کارهای جالبی که تو بحث بازاریابی کردن حتما بهش اشاره خواهیم کرد با کمک خود شما دوستان. و اینم خیلی نکته خوبه. من یه خواهش دارم دوستان با هم بحث وارد شدن تو بحث بازارهای بین‌المللی یه مقدار بیشتر یه مقدار دیتیلی بکنیم رو بحث WTO، چیزی که اصلا ایران باهاش خیلی
مشکل میشه گفت حالا یه چند من تو بحث تجارت جهانی شاید به اسم در یوتیوب برای ما سازمان تجارت جهانی و سازمانایی که تو دنیا وجود دارن و حتی بحث اتحادیه اروپا رو واردش میشیم و اینایی که بحث آسیان توی شرق آسیا، بله ما حتما به اینا جزء برنامه‌کاریمون حتما هست اینا، چون ما اصلا تو بحث بازاریابی بین‌المللی باید اینا رو حتما با هم روش بحث کنیم. حتما ما وارد اینا هم خواهیم شد و من ممنون از آقای مکی نژاد، حتما این پیشنهاداتتون رو بدین و شاید ما بحثایی رو تو سرفصلمون پیش میریم با کمک خود شما و دوستان دیگه حتما اینا رو پربارترش خواهیم کرد. حتما من تشکر میکنم چون کلاس الان ساعت 7 شد و گفتن که گویا کلاس دیگه بعد از این باید اون سیستم ارزم بخوام سیسکو و دوستان توی مؤسسه دارن. من عذرخواهی میکنم که دیگه صبح هم از دیر ورودم تأخیر به کلاس، همین که مجبورم الان ببندم کلاس رو. بسیار تشکر میکنم. من حتما با بنده من از طریق ایمیل در ارتباط باشیم. من ایمیلم رو برای دوستان من الان توی صفحه چت می‌نویسم تا دوستان با من ممنون میشم. من اسلایدتون من میتونم داشته باشم آقای دکتر؟ بله حتما. من این اسلاید رو جمع و جورش رو براتون میفرستم. شما به من یه ایمیل بزنید من براتون میفرستم. سپاسگزارم. ممنون. حتما. من بس به من ایمیل بزن که منم ایمیل شما رو داشته باشم، هم شما هم جناب قنچی ان شاءالله با هم در ارتباط هستیم. از اینکه امروز هم من خدمت شما و قنچی رسیدم و باب آشنایی باز شد با شما دوستان عزیزم، خیلی خیلی خوشحالم. برای خودتون و خانواده‌هاتون آرزوی سلامتی دارم و اوقات خوش. انشالله که بتونیم این دوره رو به زودی با هم شروع کنیم و دوستان دیگه هم که قرار با من همکاری کنن من حتما یه جلسه‌ای رو هماهنگ می‌کنم که خدمتتون توضیح داشته باشن. انشالله که همه کاراتون موفق شه. اگر امری ندارین با بنده من کلاس رو با اجازهتون ببندم. اصلا بسیار خوبی داشته باشین. خیلی ممنون و متشکرم از اسلایدتون و صحبتتون. خیلی محبت داریم. شما قنچی خیلی ممنون جناب مکی نژاد، خیلی لطف کردید. آقای قنچی شما فرمایش دارید؟ بله خیلی ممنون، متشکرم. خسته نباشید. محبت داریم. منم خیلی خیلی خوشحال شدم که خدمتتون بودم. با اجازه شما حتما خوشحال میشم که با من در ارتباط باشید. من ایمیلم رو که براتون نوشتم حتما با بنده در ارتباط باشید. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار. خدا حافظ شما، قربان شما، خدا حافظ شما. بابا